سلام به شما دوستان عزیز که در سراسر دنیا داری این لایو رو تماشا میکنید. افتخار اینو داریم که در کنار دوستان عزیزی باشیم که همکار هستیم و میخوایم واقعا در این مسیر بیایم کمی در مورد این آنلاین بیزنس صحبت کنیم. شاید بتونیم کمکی بشه برای فردی که میخواد امروز زندگیشو عوض کنه و به یه مسیر جلو بره. قبل از هر چیز من خودم رو معرفی میکنم. سهیلا هستم، سالیان سال هست در انگلیس زندگی میکنم همراه خانواده و در پارتی از بیمارستان به عنوان هلت اند سوشیال کیر مشغول به کارم و سال گذشتم افتخار اینو دارم که در این آنلاین، در این موقعیت اینترنتی عالی و شگفت انگیز من هم در این مسیر باشم با شما عزیزان. من اگر اجازه بدید امروز میخوایم همونطور که گفتیم یک بحثی داشته باشیم در این مورد، از اینکه خیلی عزیزان واقعا از ما سوال میکنن که ما اصلا به اصطلاح چطور این بیزنس رو، این موقعیت آنلاین رو میتونیم شروع بکنیم، از کجا باید شروع کنیم. ببینید این موقعیت که امروزه حرف اول رو در سراسر دنیا میزنه و واقعا ما به سمت آنلاین، یعنی تمام کارهای امروز به سمت آنلاین داره کشیده میشه. در واقع کاری که ما داریم شروع میکنیم، اول از همه من باید این رو بگم، نیاز به هیچ تجربه خاصی نداره. یعنی که شما بخواید حتما یک مدرک عالیه دکترا داشته باشید که بتونه این کار رو شروع کنید. اگرچه افرادهای بسیار زیادی از همه نوع تحصیلات در این گروه مشغول به کار هستن، پس با این حساب شما نیاز به تجربه از نظر کوالیفیکیشن زیاد ندارید. و دومی که واقعا اینو باید اضافه کنم، شما با یک موبایل و یک اینترنت، در واقع لپتاپ، میتونید این موقعیت رو شروع کنید. میتونید وقتی مسافرت هستید، واقعا وقتی که حتی در خانه هستید، در هر جا میتونید این موقعیت رو شروع کنید و از طریق پلتفرم هایی که به شما آموزش داده میشه، در واقع علم آموزش رو به شما میدن، از طریق این پلتفرم ها شما هم میتونید کسب درآمد داشته باشید. در واقع ما میخوایم اینو بهتون بگیم که اگر شما به عنوان مادر هستید، به عنوان همسر هستید، اگه واقعا دوست داری کنار فرزندانتون باشین، همین الان ممکنه کسی این ویدیو رو میبینه، دوست داره که یک فرد سالمند در کنارشه و دوست داره در کنار اون باشه و واقعا نمیتونه خارج از منزل کار کنه، یا شاید یک موقعیتی داره حتی توان جسمی کامل نداره که بتونه بره بیرون از منزل کار بکنه، یا به هر دلیلی که دوست داره از زندگی خودش لذت ببره. واقعا ما میتونیم این کار آنلاین رو پیشنهاد کنیم. کاری هست که کاملا قانونی هست، این ثابت شده. واقعا یک کاری هست که پشتش یک کمپانی ژاپنی هست، بیشتر از 50 سال خدمت داره. واقعا این کاریه که نزدیک به 200,000 نفر در حال حاضر در اون مشغول به کار هستن و این به ما نشون میده که قانونی بودن. در صورت من به عنوان کسی که دارم از سال پیش در این گروه جهانی مشغول هستم و الان هم همکاری هستن که از سراسر دنیا با هم داریم واقعا این لایو رو اجرا میکنیم، شاید برای کمکی باشه برای شخص شما. اگه واقعا خسته شدی و میخوای یه تغییر تو زندگی ایجاد بشه، با این شرایطی که بهتون گفتم و مزیت‌های عالی که در این بیزینس هست، من به شما پیشنهاد میکنم که شما هم میتونید ترای کنید. به هر حال این فقط اطلاعات رو میگیرید، براتون هیچ مشکلی نیست از اینکه فقط اطلاعات گرفتید و میتونید این مسیر با ما همراه باشید. در واقع شاید به درد شما بخوره، شاید هم نخوره. و در انتها من از همکار عزیزم خواهش میکنم که این بحث رو ادامه بده، به دلیلی که ما وقت زیاد نداریم و در اون ضیق وقت میخوایم اطلاعات رو بدیم. ممنونم ازتون. بسیار عالی، مرسی سهیلا جان. سلام به عزیزانی که ما رو تماشا میکنن، به بچهای شمال، به برنامه بچهای شمال خوش آمدید. در واقع من نانسی هستم، منم حدود 24 ساله که در سیدنی استرالیا زندگی میکنم و همراه خانوادم. کار اصلی من مدیریت مهد کودک و بیفور افتر کیر هستش، ولی یه مدتی هم هستش که دارم این بیزنس آنلاین رو انجام میدم که الان کنار همکارانیم هستیم تا به شما عزیزان اطلاعات این بیزنس رو برسونیم. خب همونطور که در ادامه صحبت‌های سهیلا جون من میخوام بگم این بیزنس برای چه کسانی مناسب هستش و چه کسانی میتونن این بیزنس رو انجام بدن. مثل هر شغل این برای یک بیزنس هستش، مثل هر کاری که میخوایم انجام بدیم در هر کشوری که هستیم، ما باید اولین چیزی که هستش باید اجازه رسمی کار در اون کشور رو داشته باشیم. مثلا یکی هستش که پرمننت رزیدنت هستش که مشکل نیستش،
و یا اینکه ویزای کار دارن، باید ویزای کار رو داشته باشیم، با اجازه کار در اون کشوری که زندگی میکنیم رو داشته باشیم. اولین چیز مهم این هستش. و دومین چیز این هستش که شما عزیزان، ما میگیم سن و سال خاصی برای این بیزنس نداریم، ولی شروع هر کاری در هر کشوری یک سن قانونی داره و معمولا در کشورهای اروپایی و غربی 18 سالگی هستش. ما بچه‌ها میرن سر کار، ولی برای کار رسمی 18 سالگی هستش. این بیزنس هم همینجوری هستش، 18 سالگی، و میتونید تا هر سالی 70 80 85 تا هر سالی که هر وقت که میتونید بشینید پشت کامپیوتر استفاده بکنید از لپتاپ و تلفنتون، میتونید این بیزنس رو انجام بدید. و سوم این که شما برای اینکه این یک بیزنس هستش به یک سرمایه محدودی نیاز داریم برای این بیزنس. این شغل نیستش وقتی که ما کار روزانه پیدا میکنیم، شغلایی که آفلاین انجام میدیم، میریم رزومه میذاریم میریم سر کار، ولی برای این ما باید یک سرمایه گذاری اولیه رو داشته باشیم که زیاد نیستش، حدوداً 3-4 هستش، 3-4 هزار دلار هستش تا 10-11 فرق میکنه در کشورهای مختلف، که فکر کنم یکی از عزیزان دیگه اینو توضیح میدن. و دیگه فکر نکنم چیزای خاصی دیگه داشته باشه، تحصیلات خاصی نیاز نداره، اینو کسی دیگه فکر کنم توضیح میده. ولی خب این برای اینکه یک بیزنس هستش ریلی شرایط زیادی نداره، برای اینکه از اون که شما ویزای اجازه کار داشته باشید، دوم این که سن قانونی داشته باشید و سرمایه‌گذاری محدود داشته باشید. و فکر کنم چیزی که خیلی برای خود من خیلی مهم هستش، یک مایندست خیلی، یک ذهن خیلی آماده برای یادگیری، ذهن مثبت داشته باشید. اگه شکاک باشید، خب در هر کاری رو آدم موفق نمیشه، زندگیش هم اگه شکاک باشه به چیزی موفق نمیشه. خب یک ذهن پوزیتیو هستش که نیاز داریم برای این کار. من میدم به الی جون، فکر کنم میخوان بیشتر در مورد این بیزنس توضیح بدم. خب سلام به همه دوستان عزیز، من الی هستم از استرالیا. حالا من خود در مورد روند کار صحبت کنم که حالا اگه کسی بخواد وارد این بیزنس بشه چه روند، چه مراحلی رو باید طی کنه. این بیزنس یک بیزنس بین‌المللی هست، یعنی در کل دنیا الان در بالغ و نزدیک 200,000 نفر آدم هستن که دارن این بیزنس رو انجام میدن و ما یک سیستم خیلی در واقع خودکار داریم. توی این گروه بین‌المللی هر هفته 2 بار وبینارهای آنلاین انجام میشه، به این معنی که خب یه عده از افرادی که اومدن توی این بیزنس و در واقع موفق بودن، آدم‌های خیلی معمولی مثل ماها، میان و صحبت میکنن، میان در مورد تجربیاتشون صحبت میکنن و اینکه این بیزینس چجوری زندگیشون رو متحول کرده. میان خیلی آدم‌های خیلی عامی و معمولی مثل همه ما میان در مورد این صحبت میکنن. علاوه بر این وبینار یه قسمت دیگه داره که خب یه توضیحات مختصری در مورد بیزینس رو ارائه میده. توضیحاتی که در وبینار میاد همونطور گفتم خیلی مختصر هست، یعنی یک کلیتی میده که خب کار ما اینه که ما کار مارکتینگ انجام میدیم، یعنی بازاریابی روی در واقع سوشیال میدیا انجام میدیم و خب یه مباحث خیلی بیسیک گفته میشه. خیلی افراد خب اصلا روند کار اینه که شما بیاین اسم و ایمیلتون رو به ما بدین، توی وبسایت هر کدوم از ماها میتونید به اسم و ایمیلتون بزنید، رجیستر کنید و بعد ایمیل اتوماتیک براتون میاد که این وبینار رو میتونید تماشا کنید، میتونید به صورت لایو ببینید یا به صورت تکرار. و خب روند کار اینه که این وبینار رو ببینید. موضوع اینه که واقعیت داستان اینه که خب این وبینار خیلی اطلاعات زیادی به شما نمیده، برای همین بعد از این مرحله بعدی، در واقع بعد از این وبینار یه مرحله هست به اسم مرحله آزمایش که اونجا هست که اطلاعات دقیق این بیزینس داده میشه. یعنی من همیشه به افراد میگم اگر که میخواین 10% اطلاعات رو میتونید تو وبینار بگیریم، ولی 90% اطلاعات توی اون دوره ترایال هست که نسا جان و مهدی جان شما میخواین در موردش بیشتر توضیح بدین، ممنون میشم. بله خیلی ممنون الهام جان. منم نسا هستم از ملبورن استرالیا. اومدم در مورد ترایل که خیلی قسمت مهمی هست براتون توضیح بدیم. در واقع هر چیز درست و درمونی تو این دنیا یه قوانینی داره دیگه. این بیزینس ما هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی برای اینکه شما اطلاعات 0 تا 100 رو بگیرید، قانون بیزینس اینه که 2 مرحله رو باید پشت سر بذارید. حتما 2 مرحله رو، نه فقط مرحله اول رو. در واقع اینکه فقط شما بیاید یه وبینار ببینید، هیچ کاری انجام ندادید. مثل این میمونه که شما میرید توی کلاسی ثبت نام میکنید ولی نمیرید کلاس رو شرکت کنید. یعنی چقدر کار بیهوده‌ای میتونه باشه. اینم همینه واسه کسایی که میان فقط یه وبینار میبینن و وارد دوره ترایال نمیشن و سعی میکنن که از راههای دیگه اطلاعات به دست بیارن ولی قبل از اینکه وارد ترایال بشن. به نظر من دارن وقتشون تلف میکنن، چون که اطلاعاتی که به دست میارن اطلاعات بسیار ناقصیه و بیشتر اونها رو سردرگم میکنه.
پس اگه واقعا برای وقت و زمانتون ارزش قائل هستید، پیشنهاد میشه که حتما 2 مرحله رو طی کنید. حالا چه اتفاقی میفته تو دوره ترایال؟ 3 اتفاق میفته. اولیش این هستش که شما وقتی وارد این دوره میشین، یک سری ویدئوها برای شما باز میشه که 0 تا 100 بیزینس توی این ویدئوها براتون تشریح شده و توضیح داده شده. شما میتونید حتی ویدئوها رو چند بار ببینید که کاملا متوجه بشید قضیه چیه. دومین اتفاق این هستش که یک کوچ با شما در تماس خواهد بود و پاسخگوی تمام سوالات و ابهامات شما. و سومین اتفاقی هم که میفته این هستش که شما به یک گروه بزرگ فیسبوکی جوین میشین. حالا فایده این گروه چیه؟ افرادی که داخل این گروه هستن تمام افرادی هستن که از 7 سال پیش که این پلتفرم به صورت آنلاین متولد شده این بیزینس رو شروع کردن و دارن انجامش میدن سالها. بنابراین شما با عضو شدن به این گروه و اضافه شدن به این گروه میتونین کلی اطلاعات بگیرین. مثلا چی؟ مثلا یه سوالی که خیلی از ما میپرسن، درآمدها چجوریه توی این بیزینس؟ اینجا افراد میان و درآمدهای خودشون رو به اشتراک میذارن و شما میتونین یه در واقع آیدیا بگیرین از اینکه انتظار چه درآمدهایی رو میتونین داشته باشین توی این بیزینس. بعد میتونید با آدم‌های واقعی آشنا بشین، میتونید برید ازشون سوال بپرسید و از چند و چون قضیه مطمئن بشین کاملا که این یک بیزینس واقعی با آدم‌های کاملا واقعی و قانونی هستش. و همینطور توی این دوره اسم اون کمپانی که کار مارکتینگ رو ما براش انجام میدیم به شما داده میشه اسمش و شما میتونید سرچ کنید ببینید دفاترش در دنیا کجاست، اصلا وجود خارجی داره نداره. مثلا در استرالیا آفیسش توی سیدنی هست. شما اگه تو سیدنی زندگی کنین اصلا میتونید درایو کنین برید مطمئن بشین دیگه، یا با گوگل مپ و همه چی دیگه میتونین در بیارین. یعنی اطلاع حاصل کردن از اینکه یه چیزی واقعیه یا نیست خیلی چیز سختی نیستش، فقط کافیه که شما بخواید. این 3 اتفاق تو دوره ترایال میفته و به شما 30 روز فرصت داده میشه که تصمیم بگیرید که میخواید آیا این بیزینس رو شروع بکنید انجامش بدید یا اینکه نه. اگر نخواستید اون پولی رو که در موردش توضیح میده چقدر هست کامل بهتون ریفاند میشه و در ریسکی برای شما نداره و این مطمئن ترین راه برای شماست که بیایید و اطلاعات رو بگیرید. شما میتونید توی کمتر از نصف روز کل اطلاعات مربوط به این بیزینس رو بگیرید و دیگه نگران نباشید هی برید تو 1000 تا پیج بچرخید ببینید که حالا این بیزینس چی هست. و به نظر من واقعا اتلاف وقته، چون هیچ چیزی ارزش عمر آدم رو نداره. پس بهتره که سعی کنید تو کوتاه‌ترین زمان ممکن از درست‌ترین راه ممکن برید اطلاعات رو بگیرید و اون وقت شما هستید که تصمیم میگیرید که میخواید این بیزینس رو شروع کنید یا اینکه نه. پس چیزی رو از دست نمیدید. حالا از مهدی میخوام که در مورد هزینه دوره ترایال و اینکه بعدش چه اتفاقی میفته برامون یکم توضیح بده. خیلی ممنونم نیسا جون. من سلام میگم خدمت دوستان عزیز، مهدی هستم. روز و شبتون خوش باشه هر جای دنیا که هستید و ما رو تماشا میکنید. همونجوری که نیسا جون گفتن، خب با ورود به دوره ترایال و این اطلاعاتی که به دست میارید میتونید تصمیم بگیرید این بیزنس به درد شما میخوره یا نه. اما برای ورود به دوره ترایال شما باید در واقع ثبت نام بکنید و برای این ثبت نام باید $149 آمریکا در واقع معادلش هست از هر کشوری که میخواید ثبت نام کنید. معادل این رقم رو شما پرداخت میکنید و وارد دوره ترایال میشید. اما این مبلغ همونجوری که نیسا جون گفت ریفاندبل هست، یعنی این مبلغ تا 30 روز هر زمان که شما اراده کنید در واقع به ما میگید که من این پولم رو پس میخوام بگیرم و اصلا نمیخوام وارد بیزنس بشم. در این صورت ما هم راحت یه دونه پیغام میدیم به ادمین گروه و اون هم در جا اون مبلغ رو به اون حسابی که ازش پرداخت کردید ریفاند میکنه. بنابراین اصلا جای نگرانی نداره. یعنی اطلاع پیدا کردن از زیر و بم این بیزنس میتونه کاملا فور فری باشه، یعنی رایگان انجام بشه و واقعا این رو توصیه میکنیم به دوستان، چون خیلی از دوستان هستن که چندین ماه میان تو پیج هر کدوم از ماها فالو میکنن، شاید تو پیج چند نفر هستن و فالوشون میکنن و همش میخوان از راههای متفاوت اطلاعات بگن، از لایو ها، از ویدیوهایی که ما میذاریم. همونجوری که الی جون گفتن دوستان، اینا 10% اطلاعاته، ما بیشتر از این رو نمیتونیم بهتون بدیم.
هر بیزنسی قانونی داره و قانون این بیزنس اینه که 90% اطلاعات تو دوره ترایال به شما داده میشه. تو دوره ترایال در واقع طی چند ساعت ویدیو کاملا 0 تا 100 بیزنس براتون توضیح داده میشه. شما به محض پرداخت این مبلغ $149 یه ایمیل دریافت میکنید که لینک حاوی این ویدیو هاست و اون ویدیوها رو میشینید و تماشا میکنید سر وقت، چون 30 روز زمان دارید ولی تو نصف روز هم میتونید کل ویدیوها رو ببینید. و بعدم هر ابهامی، هر سوالی که براتون پیش میاد، چون از همون لحظه یک کوچ هم به شما اختصاص داده میشه، میتونید از این کوچ تمام سوالاتتون رو بپرسید و اون کوچ یه آدم خیلی با تجربه هست که میتونه به همه سوالاتتون جواب بده. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود نداره. شما 30 روز هم وقت دارید و هر زمان که دلتون بخواد ویدیوها رو ببینید، با کوچ در ارتباط باشید، سوال و جواب کنید. خود کوچ البته با شما تماس میگیره. اما اینا تا زمانی که شما میخواید با کوچ تلفنی صحبت کنید. اگر بخواید با کوچ تلفنی صحبت کنید دیگه اون زمانیه که شما تصمیم گرفتید وارد بیزنس بشید. چون زمانی که شما با کوچ تماس میگیرید دیگه این مبلغ، چون این مبلغ یه جای هزینه میشه، از جمله برای خود کوچ و برای آموزش‌هایی که بعداً در اختیارتون قرار داده میشه و برای وبسایتی که براتون ساخته میشه و برای پلتفرم‌هایی که بهتون یاد میدن چه جوری ستاپ کنید. خیلی محل مصرف زیادی داره که ارزشش هم اینجا بگم که بالای $1000 ولی از شما فقط $149 میگیرن. بنابراین شما تمام اطلاعات رو میگیرید، تصمیمتون هم میگیرید، میتونید بگیرید که میخوام وارد بیزنس بشم یا نه. الان از این به بعدش میخوام وارد بیزنس بشم. اگه نخواید وارد بیزنس بشید که پولتون رو پس میگیرید، از یه بیزنس هم کاملا مطلع شدید و خیالتون هم راحت، دیگه فکر نمی‌کنید، ذهنتون رو خالی می‌کنید ازش. اگه تصمیم گرفتید که بیزنس رو ادامه بدید، با کوچ در واقع یک تماس تلفنی رو بوک می‌کنید و توی اون تماس تلفنی کوچ برای شما کاملا توضیح میده که حالا سرمایه‌گذاری به چه صورت میتونه انجام بشه. شما میتونید با مینیمم مبلغ سرمایه‌گذاری وارد بشید یا با ماکسیممش وارد بشید. در بعضی از کشورها البته میتونید به صورت فایننس بردارید که بهترینش در حال حاضر فعلا تو استرالیا هست که 36 ماه اینترست فری میتونید بردارید که مینیمم هزینه سرمایه‌گذاری رو با پرداخت ماهی کمتر از $100 میتونید انجام بدید و واقعا یه فرصت عالیه که فقط یک ماه بیشتر ازش باقی نمونده. از 2 ماه پیش شروع شده و فقط یک ماه باقی مونده. بنابراین اینجوری شما میتونید بیزنستون رو استارت بزنید و زمانی که در واقع همه این کارا انجام شد، شما یک بیزنس آیدی دریافت میکنید وقتی سرمایه‌گذاریتون رو انجام دادید و از اون لحظه به بعد آموزش‌ها براتون در واقع آنلاک میشه و شروع میکنید به یادگیری روند ستاپ در واقع پلتفرم ها و بقیه مراحل که حالا ما میتونیم بعداً بهتون توضیح بدیم این چیزا. ولی فقط اینو میخواستم بگم که دوستان، خیلی از عزیزان دائما در ذهن خودشون به این فکر میکنن که یه راهی پیدا کنن که بتونن اطلاعات این بیزنس رو بگیرن قبل از اینکه وارد دوره ترایال بشن. و این جای سوالی که چرا این کارو میکنید، چون دوره ترایال هم میتونه فور فری انجام بشه. شما یه مبلغی رو میدید که میتونید همون لحظه پس بگیرید هر زمان که اراده کنید. ما داریم کسایی که میان تو دوره ترایال شرکت میکنن، پولو میدن، نصف روز دیگه پس میگیرن برای اینکه امتحان کنن ببینن ما راست میگیم یا نه. دوباره پولو پرداخت میکنن که وقتی میبینن که درجا بهشون پس داده میشه میگن خب پس حتما این بیزنس درست و حسابیه و ادامه میدن. شما آزاد هستید، هر وقت میخواین پولتون رو پس بگیرید توی 30 روز و تا قبل از کوچینگ کال. بنابراین توصیه من اینه که به جای چند ماه مشغولیت ذهنی که این بیزنس چی هست، به جای رجوع به این همه آدم که تو این بیزنس مشغول هستن و سوال پرسیدن ازشون، 1 ساعت با هر کسی صحبت کردن و حالا بعضیا میگن که حضوری همون ببینیم، تلفنی صحبت کنیم. عزیزان از همه این راه‌ها اگه همه عزیزان جواب مثبت به شما بدن، حضوری، تلفنی، همه جوره، شما نمیتونید از رقم کمیسیون ها، از لول بندی ها، از میزان درآمدها اصلا نمیتونید اطلاع پیدا کنید. از اینکه اصلا سرمایه گذاری روی چی هست، چه محصولی رو شما سرمایه گذاری میکنید روش، ارزش اون محصول چقدره، اون محصول چقدر به درد شما میخوره، این کمپانی ژاپنی اسمش چیه، اصلا وجود داره نداره، اینا فقط تو دوره ترایال به شما در واقع نشون داده میشه. برای من توصیه من اینه که همین الان تصمیم گرفتید اگه دوست دارید ببینید این بیزنس چیه، وارد دوره ترایال بشید، توی 1 روز تصمیمتون رو بگیرید اگه دلتون میخواد. اگر هم وقت ندارید سر فرصت بشینید تا 30 روز وقت دارید، ببینید، سوال و جواباتون رو بکنید، بعد تصمیم بگیرید که میخواید وارد دوره بشید یا نه. خیلی عالی. خب سلام خدمت همه دوستان، همشهریان، شنی که امر علم دین درده یا بعدا نگاه کدن درده. من مهینم از خط سرسبز میلان بندر انزلی و از این همه کسی سلام عرض کنم. امیدوارم که همه خوب بود و من
همه حرفان دوستان بزه درده. من خواهیم فقط بگم گوشانی که چی کسایی خوب نیه اب بیزینس خوب نیه. حالا که همه فارسی حرف زدن منم فارسی ادامه میدم که دیگه چیزی پیش نیاد که همه خلاصه متوجه این که بعدا نگن ما نمیدونستیم نفهمیدیم مال چه کسایی نیستش. کسایی که به سن قانونی نرسیدن، کسایی که اجازه اقامت ندارن، یعنی کارت اقامت، کارت تو کشوری که هستن، اجازه کار ندارن، و کسانی که به لحاظ ذهنی هنوز نرسیدن به اون که باید این یک بیزینسه نه یک شغل، نه برای کسی کار میکنن. چون بعضیان میپرسن ما بیایم براتون کار کنیم، خب از که میتونیم براتون استارت بزنیم بیایم کار کنیم؟ فکر میکنن که کاره، ولی این بیزینس مال خودتونه. و یا اینکه کسایی که عجولن خیلی، الان دوستم مهدی عزیز گفت از هر طرف میخوام بپرسن که این چه بیزینسی هستش، عجولن و میخوام بدونن. من یه شرکتی که 50 سال قدمت داره، من نمیتونم در عرض 2 دقیقه اینو تعریف کنم برات. بس بهتر وارد همون تریال آموزشی که مهدی جون گفت وارد بشین، اونجا بیشتر میفهمین. و کسایی که میگم که همون ذهنشون به این لحاظ چیز نیست و میخوان سریع میگن من وارد این بیزینس شدم، در عرض کی درآمد کسب میکنم. یعنی اومدم فوری یه پولی دادم، خب سرمایه گذاری کردم دیگه، الان باید من مثلا پول در بیارم. نه، اینجوری نیست. این زمان میبره، باید صبر و پایداری کرد تو این بیزینس. و اینکه مهمترین چیز که از ایران و افغانستان نمیتونن این بیزینس انجام بدن، به خاطر اینکه تحریما هستش، متاسفانه نمیشه. انشالله به زودی دوستانمون تو ایران بتونن وارد این بیزینس عالی بشن. البته نبایدها خیلی کمه، ولی خب دیگه بایدها رو همه دوستان گفتن، منم دیگه همینجا دیگه تمامش میکنم دیگه، چون خیلی کم بود نبایدها. میدم به سویلا که ادامه بده. بله، خیلی ممنون از شما عزیزان دل، همکارای دوست داشتنی من که اطلاعات رو دادید به افراد و امیدواریم که همونطور که شنیدیم در این موقعیت شما نیاز به تجربه زمان ندارید، نیاز به تجربه مکان ندارید، کوالیفیکیشن خیلی عالی نمیخواید، اصلا تجربه خاصی نیاز ندارید. و اینکه خیلی مهم هست که وقتی همونطور که دوست عزیزم و همکار عزیزم آقا مهدی گفتن، وقتی وارد ترایال میشیم، ما چرا میخوایم وارد ترایال بشیم؟ چون این چیزی هست که قانونیه و شما بیزنس خودتون رو در واقع میخواین راه اندازی کنین، نیاز به اطلاعات دقیقی دارید. و همطور که دوستان دارم میگم، یک کمپانی که 50 سال خدمت داره، ما نمیتونیم حتی توی چندین ساعت روزم نمیتونیم بدیم، چون این بیزنس شماست. شما باید اطلاعات دقیق رو بگیرید و از اینکه شاید کلماتی رو جابجا بخوایم بدیم. روی این قضیه شما نیاز دارید که واقعا بعد از ثبت نام و دوره که وارد وبینار میشید، وارد ترایال 30 روزه ما بشید و اونجا اطلاعات رو بگیرید. من میخوام اینو بگم، همه ما در انتها دوست داریم پیشرفت کنیم، همه ما دوست داریم به یک نقطه عطفی تو زندگیمون برسیم و دیده بشیم، مورد ستایش قرار بگیریم، بگیم چقدر خوب موفق شدی. اما یه چیز هست، اون ترس ماست. اگر ما اون ترس به ما اجازه نده که ما واقعا تو مسیر جلو بریم، خب 100% موفق نمیشیم. گاهی اوقات ترس به ما میگه، ما رو ناامید میکنه، میگه خب تو نمیتونی، و اون ترس باعث میشه ما اونجا استاپ کنیم. اگر دوست عزیزی امروز این لایو با شما صحبت میکنه و واقعا میخوای از ترس‌های خودت بیای بیرون، ترس خیلی چیزا رو در بر داره و ما میتونیم با کنار گذاشتن ترس، فکری برای آینده خودمون و بچه‌هامون و نسلی که داریم، میتونیم این مسیر رو پیش ببریم و یک تحولی در زندگی خودمون داشته باشیم. همچنین که این افرادی که الان نزدیک به 200,000 نفر در اون مشغول به کار هستن. امیدوارم که این لایو تا حدی برای شما میسر بوده باشه، با قلب شما صحبت کرده باشه و اینکه تغییری بتونید شما هم در افکار و مایندستتون حتی داشته باشید. اگر شما عزیزان صحبتی در این مورد ندارید، ما لایو رو تموم کنیم. ممنون از همگی. خیلی ممنون. مرسی که نگاه بکنید. خیلی ممنون عزیز دل. مرسی از شما عزیزان که با ما همراه بودین در اینستاگرام، فیسبوک. خدا نگهدارتون باشه. روز شبتون عالی.
خدا نگهدار. خدا عزیزم. بای بای. خدا